به نام خدا آموزش بالا بردن لایک در فیسبوک. ابتدا فیسبوک رو وا میکنیم، برز تک تب جدید وا میکنیم. داخل URL نوشته میکنیم hoopla.me HUBLA.me. چون که قبلا این سایت وا کرده بودم داخل از این ذخیره، کافیه انتر میزنم سایت وا بشه. خب سایت ما وا شد. اینجا دو گزینه، یکی اسکیپ یکی سابمیت. برای از اینکه ببریم کد مورد نظر خود ما به دست بیاریم، فرض مثال دفعه اول مانه که ما این کارو بکنیم، روی اسکیپ کلیک میکنیم، بعد میریم کد کپی میکنیم، میریم داخل قسمت سابمیت بی سفیدی داخل کلیک راست میزنیم پیست میکنیم. چون که من قبلا این کارو بکرده بودم، او کد دیگه نمای کردم، من برم اسکیپ بزنم، برم اون کپی کنم، بیارم جگه پیست کنم. یک دفعه کردم ذخیره میشه، مثل فیسبوک یک دفعه ایمیل خو میدیم کافی دوباره مو سیو میشه دیگه اونجا. خب این کدایی که من داخل از او پیست کرده بودم اینا مخواسته باشم لایکا خو برم بالا ببرم، کافیه کمی کد انتخاب کنم، سابمیت بزنم. حالا شما دفعه اول شما باید اسکیپ بزنیم که یک تاب جدیدی باشه. اسکیپ میزنم، یک صفحه جدیدی وا میشه. به سمت راست این لودینگ رو صبر میکنیم تا 0 شه و نوشته ما ظاهر شه اسکیپ دیس اد. خب به قسمت بالا داخل URL نگاه میکنیم که سفیده، کد ظاهر نشده هنوز. وقتی که صفر وا کردیم این اسکیپ دیس اد ظاهر شد، کلیک میکنیم. یک بار کلیک میکنیم، کد که ما در قسمت URL ظاهر میشه، اون بالا میبینیم کد ظاهر شد. اگه فرض مثال وقتی کلیک کردیم تا صفحات دیگه هم وا شد، مثلا پیغام داد، اونا مد نظر نمیگیریم، اونا کلوز کنیم، مثلا دست نزنیم. خب این کد از کجا تا کجا کپی کنیم؟ کافیه که از این مساوی علامت مساوی میبینیم، این مساوی کپی نمیکنه. بعد از مساوی که هرچی بود، بعد از مساوی از حرف سی که شروع میشه کلیک میکنیم، انتخاب میکنیم تا آخر. از آخر تا آخر نمیبریم، تا آخرین اند، یعنی اند درم نمیگیریم داخل کپی خو، تا نزدیک اند انتخاب میکنیم، کلیک راست میزنیم، میگیم کپی. بعد این میتونیم پنجره دیگه، حال دیگه ما پنجره ضرورت نداره، میتونیم کلوز کنیم، کلوز بیامدیم پس صفحه اصلی. خوب به اینجا کلیک راست میزنم، میگم پیست. روی سابمیت کلیک میکنم. سرعت اینترنت کم ضعیفتره، دیر انجام میشه. خب وقتی روی سابمیت کلیک کردم، میای این صفحه به نام ویلکم بک. نام فیسبوک ما هرچی که بود، حالا از من مصطفی، نام مصطفی میگه ویلکم. خب گو تو هوبلا اوتو لایکر داریم، گو تو هوبلا اوتو کامنتر داریم. این گزینه چیه؟ اگه خواسته باشیم لایک خو بالا ببریم، گو تو هوبلا اوتو لایکر میزنیم. اگه خواسته باشیم کامنت ها خور مثلا کامنت بدم و ما گو تو هوبلا اوتو کامنتر میدیم. کامنت که میدم معمولا می خارجی ها هم دیگه، افریقایی ها، سیاه که وقت با شما پیام نمیده، فیسبوک شما همونا لایک میکنم و کامنت میدم. نایس، گود، پریتی، هنسم، ایت کامنت ها میدن. ما لایک ها فقط بالا ببریم. روی گو تو هوبلا اوتو لایکر کلیک میکنم. این صفحه جدید وا میشه. این قسمت سمت راست لودینگ از 5 شروع میشه تا به 0 که اسکیپ دیس اد ظاهر بشه. خب اسکیپ دیس اد ظاهر شد. یک بار کلیک میکنم بالا، باز دوباره همو پروسس انجام میشه. دوباره همو لودینگ آمد، از 5 شروع شد تا به 0 که اسکیپ دیس اد ظاهر بشه. این بار که کلیک کنم میره داخل فیسبوک ما رو وا میکنه. نگاه کنه، اسکیپ دیس اد کلیک کردم. خب این بیامد داخل فیسبوک ما. بی سمت راست بالا نوشته next submit ready. یعنی چی؟ یعنی آماده، برو عکسا خو لایک. اگر این نو next submit تایم بوده، یعنی از 11 مثلا 15 شروع میشد میامد پین میامد، یعنی تو وقت نمیتونی لایک کنی، باید اینجا نوشته باشه ریدی.
خب ما میریم رو فوتو، ما عکس‌ها خو لایک کنیم، میتونیم ویدیوها خورم لایک کنیم، استاتوس‌ها خورم لایک کنیم. ما عکس‌ها خو ما لایک کنیم، میریم رو فوتو کلیک میکنم. خب عکس چی خور لایک کنی؟ پروفایل، کاور، موبایل چی؟ ما عکس کاور خو لایک کنم. رو کاور کلیک میکنم، عکس کاور ما باشه. خب عکسایی که عکس کاور منه نه، اول میرم سعی کنم عکس کاور ما چند تا لایک داره که اهل مقبول ببینیم. میرم فیسبوک خو، تاب فیسبوک، اینجا این عکس کاور منه، میبینیم چند تا لایک، 1284 تا لایک خورده. خب وا میکنیم که دقیق تر ببینیم. میبینیم 1284 تا اینجا گاه. همین عکس خود ما بریم لایک کنیم، لایک های بره بالا. پس میایم تاب که بودیم این پایینتر میارم. خب داخل وسط عکس کلیک نمی کنیم، پین عکس نوشته سابمیت، بالا سابمیت کلیک میکنه. وقتی کلیک کنیم پروسس انجام میشه. کلیک کردم، منتظر میشیم تا این خلاص بشه. 40 ثانیه 50 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. خب بدیدیم که خلاص شد پروسس ما. انا میریم عکس فیسبوک رو نگاه میکنیم لایک خورده یا نه. « 1284 تا بود، حالا چند تا؟ 1556 تا شد. نگاه کنه 1556 تا شد. خب به می ترتیب دوباره ما هم لایک خود بالا ببریم، همون عکس کاور خود دوباره لایک بزنیم دیگه. نمایه که داخل سایت از مرحله اول برای این کار رو انجام بدیم. پس اسکیپ دیس اد میزنم به صفحه که هسته. خب این دفعه کد دیگه یک دفعه ذخیره شده اینجا دیگه. حالا بفهمیم چی رقم کد از کجا میرین کپی میکنیم. نمایه که دوباره اسکیپ بزنیم، دبل کلیک میکنم اینجا، پس همین کد انتخاب میکنم، میگم سابمیت. پس امون صفحه که آمد کامنت یا لایک میگن گو تو هبلا و تو لایکر کلیک کردم. باز امون لادنگ ظاهر میشه سمت راست. شادی برنامه موزه نشون نده، منتظر میشین تا این لادنگ صفر بشه. از 5 شروع میشه تا 0. گفتم یه چیزای پیغامایی که میده اینا رو بسته میکنیم، به اینا قابل تشویش نیه. کلیس برای بالا بردن لایک باید سرعت اینترنت کافی داشته باشه. خب شروع شد، بیام 0 اسکیپ دیس اد ظاهر شد. دوباره کلیک میکنم، پس دوباره امی مرحله میایه لادنگ تا اسکیپ دیس اد ظاهر بشه. لادنگ ما شروع شد.
این بار که اسکیپ دس اد بزنم میره داخل فیسبوک. این نفع با ما ثانیه تعیین میکنه. اما علامت ریدی که بود از 15 ثانیه و قبلا شروع شده بود. حالا چیه 11 و 16 11 و 15 میته. این تایم منتظر میشین تا این تایم چیکار شه خلاص بشه، یعنی صفر بشه. با ما نوشته بشه next submit ready. یعنی هر دفعه که ما لایک کردیم بعد از 15 دقیقه دوباره میتونیم لایک کنیم، تا 15 دقیقه نمیتونیم لایک کنیم. خدا کنه فهمیده باشیم. این بود از آموزش بالا بردن لایک در فیسبوک.